درود هموطنان عزیزم، برادران، دوستان. امیدوارم که همه کسا خوب صحت سلام. شب و روز این همین وقت از این بر وقت کمتر یک ساعت و 11 شده بشه، ساعت 9 گپ زده بودم، یعنی 2 ساعت پیش از این خونگی و قطعی صحبت کرده بودم، هم از اور بود. بعد از او بگاه تر بعد همین وقتا بود خیال کنم، همین وقتا خواهرچم بلینسه در رفت قطعی گویم برادرم خدا رحمتی 2 سال پیش اینن همیشه اینمی روز ده همین وقتا قطعی برادرم صحبت کرده بودم. سیاسی تاجیکستان خیرتر با یک عذاب خیلی صحبت کردیم. ما دویمو میگفتم که همون یگون گپی که من نفهمیدم همون را میگفتم سیونکا کم بگه گپشه خواهرچم هم چی میگه ما در روی که تلفونو میچسبید هم کل میشد. حتی رحمت صحبت کردم که همه شویشی های گفت در بهشتم بهشت. بعد از او یک دو گپ شنه فهمیدم، گفتم چی میگوی چی میگوی خواهرچم هم گفتم ویدیو که همون گپ زنه چی میگه روی که مده و ویدیو کرد. گفت که ما ویشیم ویشی دو در ای پای کارشیدن بگی. بعد برای ما رقصید، ما رفن کرده رقصید، موزیکا زده داروشه همش زورای. بعد یک 2-3 ساعت بعد بگیم که خبر مرده شد دادم، اینن همین روز بود. نه امروز دیم سال است که بگیم که برادر ما اکای ما جورابک، نامش جورابک بود، استانه جورابک خورسند خلویش 1976 سال به دنیا آمدگی بود، از من 9 سال کلان بود. اکا برای یک انسان واقعا هم نمیدونم شما را که خیلی است بسیار اکا و دودارو جنگ میکنن بینشون. من همین چیزا را دیده بگیم بعضا حالت میگم توبه کم همین مردم برای نمی یک چیزی دنیا شیده با اکاوشون جنگ کردن، با دودارشون جنگ کردن. یک عجیب چیزا هست. ما در زندگی قطعی اکم یا قطعی اپم یا قطعی خواهرم برای پول چیز عموما بگیم که ما کمبودی شیدگی نیست در بینمون، برای یگان چیز باشه شیده باشه. و قطعی اکم هم رحمتی هم بگیم که یگان کمبودی ما یگان در بینمون نبود، یگان بود اکا دو داری میشه و بعضا چیزا در اکم را یکم بار نوز کشیم در قپیده زدگی است، باید بودگه سیگاریت کشیده است بودم قپیده زدگی است. اکا یکی خیلی حالت ها می شود، خیلی بگیم چی شود یکی یگان چیز از ما بخیلی کنه یا که یگان چیز ما بگم و نه بگه تری گپ نبود در بینمون، یا که ما در یگان چیز بگه ما نه بگم. بگیم بهترین اکدو داری داشتیم، یعنی در دنیا ما راضی هستم از او اکاگیش، واقعا هم اکاگی کدگی است. اما شرایط پست زندگی که ما متاسفانه بسیار سالها یک جای شیدن نمیتونستیم، یعنی
کار کردن در کار بود، او هم کار میکرد، ما هم کار میکردم، او جا میرفت کار میکرد، ما اینجا. ما بسیار وقتا بگیم که یک جایه نبودیم، متاسفانه از دور بودیم، اما تلفنی بودیم، دویم با یک دیگر گپ میزنیم. حکومت رحمانوف کار کرد که بسیار اکا و دودرو را، اپا و خواهرو را، پدر و فرزند پسرو را از یکدیگر بسیار دور کرد. دینا درباره یک بگیم چیزم گپ زدم مونده بودم کوتاه. وقتی اکای ما مرد که کمی دیگر یک چیز اشکارتر بودم. وقتی اکای ما مرد، اکای ما هم قدر کسل بود، ما در یگان جا رکلامش هم نکردم، یگان جا در یگان صورت هم نمیموندم، عکس هم نمیموند و حتی که همه حرکت سیاسی انسان ها شاید که نیمش نمیدونستن که چی گپ است. هم سه چهار آدم میدونست که اکما کسل است در بالینسا و از کدام میشم بگیم که من نگفتم ما در یوردم کنین بگیم برادر اشورف خودش فهمیده از دل خودش بگیم که خیلی یادسم پرت افته بود. ما در برادر تدام قینه خود توقعی اکت کسل بوده گفتن. دیگر بگیم ما یگان که یگان چیزم پرسیدگی نیستم. من 24 ساعت کار کردم، کردیتو گرفتم، همش کردم، خدم کردم. ما گفتم نگو من بچه‌ها دا بعد نگن که نمی شکمشم در کنم دوامی ما را یوردم کنین، انا کنین و کنین. سرام 100 برادر هم باشن بگیم که حدی کاری چه باید انسان بدونه. بعد از او برادر گذشت، برادر ما بار زنگ زدم، در یک گروه داشتیم، در گروه نوشتم که برادرها هم خیلی برادر ما گذشته است. بعد از بین 3 روز گذشت. خیلی آواره هم ای چقدر بگیم ای سوجا مادر اینجا با برای بگیم که مایده و چویده و مرگ مرکه با پول در کار بوده و دوی. خلاص بعد از 3 روز یک آدم با ما نوشت که ای برادر ما فهمیدم هم خیلی شده است، تعزیه ما را قبول کرد. گفتم تشکر، خیلی که بندگی دست چکر کنیم که نه هستین، تشکر که تعزیه بیان کنیم. خیلی کمتر صحبت کردیم. گفت برادر چی با گفت یعنی ما گفت ای دیگه آدم فهمیدم سایت گروه 24 دا چی با چوب نکردن یا دهن کلمه نوشتن زپدلو بود. گفت ده ما گفتم نه نوشتن ولی من فکر کردم که نوشتگی هستن. یعنی که یک حرکتی که یک دوستی که یک برادری که میگوی 6 سال حیاتت بگیم از اکا از همه چی جدا میشه، شاید ما نمیشید، شاید پیش اکام نمیرفتم، حداقل روزای آخرش قطیش میشیشتم، گپ میزدیم، چخ میکردیم، بگیم یک دیداربینی میکردیم از پیش، یا روزی مردنش تابوت هم میبرداشتم حداقل بگیم، یا در قبر میموندم همچو اکا دودر. اما بگیم که وطن برادر گفته در براشون روز شدم و در سایت رسمی حرکت اکی چیز باید بگوید که 10 جمله تعزیه ننوشتند. یک پرستایی که یک از تمپراتور کنه می نویسن برادر ما در بالینسا کسل از خداوند شفای کاملش بده در سایت می نویسن. اما ما برادر نبودم دست نچیده هم خیلی خلاص 2 کلمه تعزیه در رسمی حرکت از نوم حرکت رسمی یعنی که چیکار کردن نوشته نشد. در من در 6 سالگی یک جا بدن ما برادری کردن ما 6 سال. بعد ما فهمیدم که شتوتا گفت که همون گپو نیلد نه هست. یک از در آلمان تمپراتور هم میکنه برادر خداوند شفای کامل بده برادر ما عزیزی ما او دایگون جو نیست. او برادر پروس هم 4 نیستودگی دایجو برادر ما دعا کنین انشالله یک برادر ما کسل شده است خداوند شفاش بده. که برادر ما مرد کلمه تعزیه بگیم که رسما در حرکت اکو اکای مرا زنده نمیکنه. یکی
برای دل یک انسان بگیم که یک انسان خودش اعضای یک عائله احساس کردن. و ما گفتم خیر راست که همین باشه دوستای عزیزم. و گفتن که خیر ایش که ما اون را گفته بودم نوشت ننوشته است، ایش گفت که ما او را گفتم. خلقای هم مطل دارن در همین مسئله میگن که ترکی quyruğga buyurdu, quyruğu dumuga buyurdu. Dumu karoçi hem teride mega ruba daramu dımbaş farmondot, dımba dar dımbaş farmondot, dımbaş ba daramu çiş farmondot. Xulas hama yak digara farmondot است ننوشتیم. یعنی که ответственный odam نبرامد داره. هیچ گپ نداره. شاید من برمیجا بعضی چیزا رو میگم که رول بازی میکنه شما باور نمیکنین همین چیزا. همین خیلی دوستای عزیزم بگیم که ارزش دو کلمه تعزیه بگیم که نکردیم. از یگان دوستو از دیگر انسان هم از دیگر حزب حرکت و غیره هم بگیم که نه کسی هم دو کلمه ننوشت. خودم نوشتم موندم هم خیلی سیتواسیا شدگی است. دیگر انسان ها نوشتن مورا یگان چوپان احساس میکنند. هم خیلی است نه رادیوی آزادیشه نه تلویزیونی آزادیشه نه غیره گویا که ما وجود نداریم نیستیم ده. اکثر گپای ما را میگیرن رکلام هم میکنن بعد ما مشاهده کردیم در رادیوی آزادی اکثر چیزایی است که از سخنهای ما میگیرن. ما او را گوش کنم میدونم نه که همه این همین وست تاجیکستان وست سیستم های بگیم که انسان ها گویا که ما نیستیم ده خیلی گناری رو کردن. یگان انسان یک کلمه ننوشت. یا مردیکار در کوچه بمونه یک جاده برای متریال تیار کردن میخیزن میدوان میروان این ای ترکیه رفته است در روسیه کار نیافته است در ترکیه کار نیافته است در اینجا کار نیافته است در اونجا کار نیافته است دم یامو گشته متریال میکنه. ما 6 سال حیاتمون از وطن از پدر از مادر از هم موندیم. یک کانال یک چیز یک تاش اکای ما را زنده نمیکنه. یک کلمه نوشتن ای بگیم که نه اوتا و چای و میمورد نه کایم زنده میشد. درست برای انسان قدر انسان اینا همون شب ما برای انمون نوار ما کردم که یعنی که ملت پرستی قوم پرستی قبیله پرستی نمی مرزیزم در هم وجودی ما هست. ما شب برای همین نوار کردم که تا که این چیز دوام میکنه. یعنی که بگیم همین خیلی حالت شد که خلاص ما هم یگان توپانک نبودیم ما هم یگان خسی لبی راه نبودیم. 6 سال ما هم حیاتمون در همین راه روزی درست شبی درست برآمدیم برای مردم قای ممالی کشتل به کشتل کردیم با تمام حکومت ممالی کشتل به کشتل کردیم. یک کس در ترکیه کار نیافته است روسیه در کار نیافته است رادیوی آزادی اپاراتشون در دستشون متریال تیار میکنن که او کار نیافته است. یک مبارز یک انسانی که در اپوزیسیا رسما و حداقل در حرکت قرار داره رسما یک کلمه در یگان جونا نوشتن که همین برادر همین انسان همین استانه فهمیل بگیم که همین برادرش وفات کرده است. او برادری ما است. صد نکنی برای دل ما باید یک کلمه یک جدا نوشتن. این هم تسلی میته برای انسان. برای چی؟ برای اون که ما میدونم اما این یگان فایده نمیکنه. بسیار چیزا از دروغ است. ما این همش میدونم. همون شب و روزی که کم گذشت بین 10-15 روز نگذشته است یک آدم خونه میآید فرزندش کسل است در گرداش سنگ داره باید سنگی او را بگیره. مادر هیچ که نداره گریه میکنه که فرزندم همه احوال ده است چیکار کنم. وقتی مادر ما فرزند چگم کداگی است ما میدونم که درد فرزند چه خیلی احساس میکنه. مادر قطع صحبت کرده مادر گریه کرد همین خیلی همین فرزندش کسل است خیلی گفتم مادر بگو بالینسا برن خواهر ما گفتم بگی بر بالینسا پول نه انالیزش بسپر حل که پول شما میتونم چانس میدار کنه ما میتونم برای اپراتسیا کنم.
او چیزی نیست که به یگان مرده یکی ما در رب داشته باشه. نه پروسته ما میدونم که ما این کار کنم دل مادرم تسلی میوه. خلاص این همه قدر چیز بود. یعنی مادرم آرام میشوه. وقتی که مادر درد داره، وقتی یک مادر دیگر درد چه میبینه، او دوینوی میشوه احوالش. گفتم ما میتونم. ما یادی نداشتم. رفتم ای بانک $500 قرض گرفتم، کردیت گرفتم، روی کردم. گفتم خواهر ما برنامه را اپراسیون شو که برای تسلی مادرم. تمام. 300 چند دلار دا اپراسیونش کردن، آنالیز پانالیزش قطعی 400 چند دلار شد. راه پلی پاپلی قطعی $500. بگیم امورا گرداشا سانگشا گرفتم. لازر قطعی میزد، یعنی چی قطعی خیلی شکاف کرده. زدم سانگورا میگالتوندیم. بگیم که اون امورا کردن، زدن گرفتن. مادرم پروسته یک تسلی یافت. یک نه که مادرم نمیدونست که ما را قرض گرفتم، ما کردیت گرفتم، ما خدمی قدر کردیت دارم، پرابلم دارم. یکی برای مادر بازم قرضم شوه گرفتم. ما برای ثواب نکردم و کارا، خداوند فردا برای ما نمیدونم اجر ثواب بده، برای کار نکردم، برای تسلی دل مادرم کردم. درست مادرم گفتم آرام شوه. ببینه یک مادر خرسند شوه بیا بگه رحمت اینا فرزند ما درست شد، بگه همون مادر ما تسلی میوه در دلش. این همه قدر چیز بود. برای نمی قدر چیز ما همی کار کردم. دیدم که مادرم کم در دلش آرام شوه. بله این چیز خیلی فایده کرد برای مادر ما. برای اینکه وقتی او فرزندی او سوز شد، انا بگیم او اومد مادر بگیم فرزندش قطعی خونه می اومد، 3 هفته 2 ماه خونه می اومدن، خرسندی سوز او چای ما را دیده، او را فرزند چه سلامتی شدیده، او مادر خرسندی شدیده که او فرزند چه گم نکرده است. یعنی خیلی بگیم که مادر ما تسلی می‌یافت. همین یک چیز با یگان چیز فایده نمیکنه، یک کس زنده هم نمیکنه. نه که برای تسلی یک چیزی است که باید بکنی او را. یک چیزی از تسلی است بود. من خودم در همینجا اپراسیون شدم، خودم تو قیا ساغره یتیم هیچ کنیست نمی بالینسا دا سگ واری خوب کردم، نون نمیوره، یک کسی بریده نون بخری. او خوردگی مودم کسل در بالینسا تا خوب در نمیجم. خوب اپراسیون کردم. خیریت خانم معظمه خان بود. اینمی زنه کم باشه باینمی احوالش باری ما بالینسا دوید رفتگی است. بالینسا دا باری ما چیزی که لازم بود می نوشتم می استاد. چی لازم است شما دا چی بیارم چی کار کنم. اینمی خانم معظمه خان باینمی حال زنکیش نمی قمردگ استادگی است. در همیجا نمی قمردگ یا تش بگیم که همون دوخ و غیرت نکرده است که بنویسه بگه چی کار کنیم برادر، چی خدمت کنیم. همین خیلی حالت بده است. خانم معظمه خان گفت که ما بنویسم در اینترنت مونم که شما اپراسیون شدین بیمار شدین. ما گفتم نه نمونینش در کار نیست. یعنی که بیا ما در جلستی خلق بازی نکنیم. گفتم همین خدامونو ما کسل شدیم بیمار شدیم اپراسیون شدیم. یه هفته خوب کردم بر اومدم بود 2-3 هفته دیگه خوب کردم. بگیم یک جدا یک عکسم نموندم، یک صورتم و یک کسم. حتی که برادرایی که در همه حرکتی که بدن در گروه 24 هم اینا هم بگیم که نمیدونستن که اکثرش. ما بعد از سوز شدم بعد فهمیدن که ما اپراسیون شدم. یک روز برادر اشرفم زنگ زدم، خیلی شوخیش کردم که هم خیلی کورچم زدن. گفتم تو نفهمیدی برات در کجایی؟ گفتم و ایران جیم در کجا زدن؟ گفتم بله نامردی کردن. گفتم فهمدم کردن کورچه زدن. اول یا دخترک هش ما گرفت گفتم، بعد گفتم دو کس دیگه کورچه شپم کردن تو نفهمیدی. و نه چی خیلیش گفتم چی نمیاد متسسترا دختر. گفتم نارکوس مون گپ زد ای هشم رفتم میخیزم که دخترو گرفتن شکم ما چوک کردن اپراسیون کردن. او دیترین چیز. یعنی که یک چیزی هست که برای یک جدا تسلی در کار میشوه. یک چیزی هست که بگیم که نباید عمومی شوه. این چیزی هست که باید عمومی شوه.
نه که در همین حالتهایی که بگیم که همون شرط شرایطهایی که بود و هست شد همین چیز بگیم عموما تمامی همون حد حرکت های سیاسی و تلویزیون کانال ها و برنامه و گفتی همو گپو همه اینامو دیدن دانستن میدانستن حالتا گفتی همو گپو آدمای انسان های بگیم که عادی همو اکای ما مردان دم یکم با هم معظمه خونم تازیه را نوشت امروز بعد از همون دیدن که هم خیلی شیده بوده است یکی در لیچکم نوشتن تازیه خیلی تازیه ما را قبول کنی رحمت برای اما او انسان از حیث و از نام خودت هست یعنی همچی انسان اما در یک حرکت یا که در یک رادیو کانال یک چیز بگیم که یک کلمه نوشتن پرست اینجا آدم اکو چون آدم حساب نکردنده روزش میشوه که من شما را با آدم حساب نمیکنم این چیز میشوه هر یک سلام علیکی خیلی چه دوره وقت ساعتش قطعی هر یک سلام علیکی خیلی چه دوره با وقت ساعتش میمید خواهو ما قطعی تو نمیبدم ما در دیگر جا میبدم مایلی تر رادیوی آزادی مایلی دیگر مایلی اگر وظیفه تو نوشتن این چیز ما 6 سال در این میدان گفتی همو گپو جیگوری قلاوری نکردیم مخیمو در اینجا این همه خیلی دوستای عزیزم هموطنای گرامی خلاص بگیم بعضا چیزایی هست که وقت ساعتش میاد گپ میزنی میگوی خلاص کلام دوستای عزیزم ببینین یعنی 10 سال از این پیش اینمی روز اینمی شب روز من برادرم که از دست دادگیم برادر اکا دادر برای یک انسان قنات است واقعا هم اگر ما 2 دل داشتم در زندگیم بگیم یک دلم از بین رفتگی است ایره ما ریال نمیگم که یک دل ما از بین رفتگی است برای ما یک کدامید که اکا دارین دادر دارین و بگیم که این چیز قدرش بدونین این یگان نصیحت نیست پرست روزش میشوه که بعد گفتی همون گپا باید میگوی من چی به ای کارا کردم چی به او کارا کردم چی به ای شیده من که یگان پشایمانی ندارم در اکم مثال گیریم یگان خیلی پشایمان نمیخورم که یگان کار یکم نکردم و تو امروزه خدا را شکرش 5 فرزند او را هم خانونده استم هم خرونده استم همه کرده استودم یگان تش یگان کمبودی ندارم من شبم خونا میکنم در کار شب کار میکنم روزم خونا میکنم کار میکنم و ما او را 5 تا فرزند شب بگیم با پای خودش میمونم و صاحب خانه و در یعنی که زندگیش میکنم برای که او نشانه های اکای ما هستند برای مرا ما همه شکردگی ما کم ده ما دودار شده و برای ما رنگ دودار بود اکم برای ما رنگ دودار بود در جایی که ما داوی ارکگی کنم دوی ما او دامه ارکگی میکرد زن گلک دوشا ماشه دوش دوی ما ارکگیش دامه میکرد من ماشینش هم خریدم دادم کم ده بگیم لوبوی چیزی که میگفت بگیم کدگیشم لوبوی گاب میگفتم چیزی که دانش میبرامد بگیم که حل میکرد میداد دویمو بگیم پول میپرسید پرابلم نبود بته میگفت میدادمش ما فلان جا میرم میگفت پول بته ما در کار است ما را پول بته ما فلان جا میرم اما دویمو بگیم که همه لبوی جا میرفت همه بنزین پولش رایش میکرد میگفتم ما بزا برا شیرین ها بزا برا و دیخ کن چیگر چورنی پانتر را گفته با شوخیش میکم او رنگی دودار بود ماده در اصل سالش کلون هم باشه 10 سال میشوه کسی بگیم که مرا مثل امون اکم بگیم قطیمه دویم زنگ میزد دویم و
پول در کار میشید مرا پول روی که بود میگفتم اوزی ندارم پگای دیگر روز دیگه میشوه با قراد میکرد مرا تو ماچید دا کار کردستی در اونجا هست ماچید میگفتم نه اینجا ماچید نیست نه سرکف دا کار کردستی میگفتم سرکف اویلیگ میتا همین خیلی بگیم که همین دوی مقدمه زوری کده میستود ما دا زوری میکرد میگفتم رکت بسیار آدم خوب بود کم خدا رحمتی یگانی انسان خفه کردگی نبود وقتای خیلی کم که بگیم همون یاد وقت هم 50 تا کرده شاید یگان کس خفه نکرده باشه لبای آدم خونهش همسایه گرد اطراف سویتم وایران شد آبم وایران شد یا چمدان داشت در درنش کلوچ بولت گایکا و اتفیورکا داشتم میگیرفت پیزالنتا میره از یگان انسان پول نمیگیرفت برای خدمتش خیلی میگو وچایی رو ندارن و ما رو میگفتم تو ما چی دا کار کردستی صدقه کار میکنی وچا میگو که ما را برای مردم زایدگیم برای خدمت مردم یگان انسان دا پول بته گفتگی نیست ده یعنی که کاری ما اینه پول میشه گفته ستافکا موندگی انسان نیست در زندگیش واقعا هم یگان بار تاکسی میزد یه امر بنزین پولی شما میدادم بچه چی کار کردی؟ بچه دامو تاکسی کار میکنم پول کار کردی چی کار کردی؟ یه امر قرض داری یک خیلی بگه میشه خیلی کامپیر پول نداره بیچاره خیلی کم داره 2 سومون داره اون اوش 1 سومون داره خیلی میگیری میبری دیگر ایلوج نیست که بگه دا اونا مصفیده خیلی مردک مونده خیلی پول نداره همین که پول داره نداره همون رفته باشم میگیره میروش دیگر همین خیلی بگیم که به پول کار کرده بعد پولش تمام میشید بعد من هم میگم که یگان سومپر تو یک بنزین زپراوکا کنم گاز زپراوکا کنم که تمام شد همین خیلی برای اون که از آدمون پول نمیگرفت ستافکا نداشته در زندگیش نرخ نمیموند برای کارش یک آدم عادی بود لباسای گرانی پوشیده نه گنده میدید یعنی که نمیپوشید گنده نمیدید نمیپوشید نمیگیرید 10 بارو پولش میدادم برای یگان لباسی خیلی ساز بگی پوشیده تند پول هم میگرفت میره با گودکورا شکلات قند قنفیت و گوشت و دیگر چیزا رو میگرفت میومد میخوردن اما کسا میگفتم نگرفتی بچه نمیشه چی بدی داره میگو نمیشه میگو حواسی چیزی دنیا را نداشت در زندگیش حواس نداشت این ما میشل حواس دارم من چی باشم میرم چی میخرم یگان چی را ببینم معقول شوه ما برای پول جمع میکنم میرم میخرم به خدمت بگه من خیلی چیز حواس دارم ده میخرم برای خودم او ابسولوت نمیخرید میخریدی میدادی کو چیزی میخریمتی یگان که پرسش پدرکش میکرد چوکادی بچه او روز گرفتم چوکادی ای خیلی هم برچکه معقولشید پدرکش کردم بر رفتم خیلی چی فرق داره یعنی که هم خیلی انسانی بسیار بگیم که انسانی خیلی برای مال چیز برای زیبایی برای چیز خیلی چه نمیفروخت یه آدمی بود که سرش شونه نمیکرد بچه سرش شونه نمیکنی ای خشرون کچ کوگا دست میگم میخیس میبرومان میرم بچه خیلی سرش شونه کرد ای با کیره شونه میکنه میگه یکی آدم بسیار عادی بود یا روز برادر اشرف خطی هم یک روز گفت که همون کسل بود گفت که همون اشرف خطی میخوام گفت زن مخلصش بوده است برادر حسینه گفتم مایلی چی بنی بعد زنگ زدم برادر اشرف هم در کار بوده است گفتم برادر هم خیلی کم کسل است کمتر مزهش نیست اما میخواه بر قطع خودت صحبت کنه مخلص بوده است بعد برادرم گفت که مایلی از من وقت جدا میکنم ای کارم خیلی وقت شایف یک طرف بیراحتر شد بعد سایدینیت کردم هر دش که صحبت کردم هر دش خیلی چخ کردم بعد از مردنش برادر اشرف
یکی یک گپ گفت که کاش تو میمردی گفت در یک روز برادر یک بار صحبت کردن، یک بار کردن صحبت، دو دیگه با صحبت کردنی بود که دیگه امر یکم باقی نکرد که صحبت کنن. هرچون خیلی یک 20 minut 25 minut صحبت کردن. برادر اشرف بگیم که هرچون جورای سخت شدن در 20 minut دیگه ما را فراموش کردن. ما در لینیا ایستادگی گروپ کردگی دیگه ما را فراموش کردن. یادش قطعی ما گپ نمیزنن. هر دوشم قد چخ دارن که و دکای ما آدم چخچخی بود. لوبوی آدم قطعی خدا رحمتی همین بیشینه که او را خیلی او بیگونه ما یو راستایانی بگیرم، ما یو کمتر خداری کنم. این خیلی عادت نداشت. همین میگویی که اکا و دودر نردش یه جا در کلان شدگی نمی تمام شیر دیلش گفته، گپوش گفته دیگه میشیده. بعد یک آدم یک خراکتری داشت که یک آدم دوی ما بگیم حجو نگار بود. حجو کرده، شوخی کرده، بگیم هم خیلی صحبت کرده میشد. عادی ترین آدم بود در زندگیش. برای همین دوستای عزیزم اکا دورین قدر اکاتون دا برسید. انا دودر دورین قدر دودتون دا برسید. اکا دودری در دنیا یک غنیمت بود است. یک غنیمت است. پدر، مادر، اکا، دودر بغرض از نزدیکان خود دیگر کسی برای تو کسی شده نمیتونه. این را فراموش نکنید. ما همین قشبت از او همین حالتهای فوق العاده هایی که گذشت بعد از همین را فهمیدم که بغرض از همون نزدیکان خودت اکا دودر خودت کسی با تو دیگر اکا دودر شده نمیتونه. کسی دیگر با تو همدرد شده نمیتونه. کسی تو را دیگر نمیفهمد و کسی دیگر چیزی گفتنی تم نمیفوره. فکر کنم که امام علی رحمانی چیزا بعد از گذشتن یکش درک کردگی است. یعنی که همه خیلی بده است. خیلی مشکلی نبودن یک قین است. برای ما اکا دودراتون در قدرش برسید. پدر مادراتون حضیرش ده که هست همه وقت تلفن کنین. مادراتون ده تلفن کنین اگر باشه مادرتون، اکاتون، دودرتون همچین انسان راست تلفن کنین. هر وقت تلفن کنین. من یک چیز پشیمون میخورم در همه حیاتم کم کم زیاد میشم برای اینکه وقتایی میشید که اکا مرا تلفن میکرد من کار دا بودم برداشته نمیتونستم که آواز روی میکردم میگفتم اکا ما کار داریم با ترک زنگت میزنم. همین خاطی که کار بسیار میشید دووده ویسوس بگیم که دیگر جواب دادن نمیتونستم. بعد زنگ میزدم. یعنی که همون وقت شاید باز اکم قطعا یک گپ زدنیش میفورید، یک چخ کردنیش میفوریدم چکه دودر. نه که زندگی مرا نمیموند که همون مومنت هایی که او میخواست که زنگ زنه گپ زنه ما گپ زنیم. همین خیلی حالت ها میشید در زندگی. بسیار هم میشید بگیم خطا نمیکنیم که زنگ میزد ما در حالت کارم در وقتی کار یک جای نمیتونستم یا که خوابم سحر آمدگیم ساعت ها فرق میکنه. او زنگ میزد میگفتم ما خوابم میکشتم تلفن ها بزوگ میکردم و میخواستم زنگ میزدم و میگم شک نمال میسن تلفن قسم تو تبلینی نه دوام تری زوری کردم میگفتم خواب بودم وقتی من را غم دادستی دا بچه تری نکرد. مادر میگو فرق نداره خوابی بیداری. ما زنگ زدم تلفن تبر داد. میگفتم مایلی بو پگه بو خواب زورید میکنه که ساعت 3-4 شب میای خواب میکنی ساعت 5-6 دو زنگ میزنه 2 ساعت خواب زورید میکنه. برای هم کم دکه دارین که ما یا نصیحت اگر خفگی دارین در بیناتون بگیم یک دوستانه صحبت دم نصیحت هم نه یک دوستانه میگم خفگی دارین کمبودی دارین برای مال دنیا با اکا و دودرتون کش و کش نکنید.
ямаш моли дунёй просто занг буза карда нахе бардор телефон таку занг буза занг бузани накату просто нороя кайма корак узур бародаро аз лайхе тасаввур надоштам просто номерои акайма дига кор намекунад пока шумо кор мекунад занг бизанед зинда бошам ватан